بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر ساعت 11 ما بیرون بودیم. بعد وارد سر می‌خواستیم بشیم، دیدیم درها بسته است. یهو دلم شروع شد نکنه بچه‌ها رو برن میگیرن. حدود 1 روز و نیم بود که دائم شایعات پخش میکردن 2 ساعت دیگه جمعتون میکنیم، نمیدونم تا ساعت 8:30 شب جمعتون میکنیم. عقب به ما اسپری گاز اشعاری فلفل رو نشون داده بودن که میایم میزنیمتون میبریمتون بیرون. دائمی از این شایعات و این صحبت ها پیرامون جمع ما وجود داشت. بعد هنگام برگشت داخل حرم از ورود ما ممانعت کردن و به ما گفتن که باید بیرون باشید. اول راه نمیدادم، بعد گفتم خب وسایلم واقعا تو بود. گفتم خب من وسایلم توه، میخوام برم تو. گفتیم که ما بچه‌هامون داخل نشستن. گفتن این قراره بچه‌ها رو هم بیرون کنیم. ما اصرار کردیم که ما بریم پیش اونا، اگر قرار شد بیرون کنیم با هم بیرون بریم. مخالفت کردن، یه خورده کشمکش شد و ما تونستیم از در اول وارد بشیم بیام تو قسمت کفشداری. ورودی اول خب به لطف خدا اومدم تو ورود دوم اجازه ندادم. دیدم چقدر مأمور کسایی که خادم حالا لباس خادم اینجا رو پوشیدن و اون کسایی که به صورت حفاظتی اینجا به لباسای سبز خاصی دارن شبیه به سپاهیان اونا رو پوشیدن و دیدم که خیلی آرایش خاصی گرفته بودن. گفتم خدایا دیگه موضوع اونطوره. یه در دیگه یا یکی دو تا در دیگه هم توی سن داره. گفتم اینا همه مردم دارن میزن بیرون، بچه‌ها رو دارن از اون یکی در میبرن که با سوار اتوبوس کنن. این هم شنیده بودم که اتوبوس اومده و از طرف نیروی انتظامی هم یه سری افراد اومدن و تعدادشون پارتی بودن، یه سری توجیهاتی رو داشتن اون میکردن. گفتم بیا و درستش کنیم، ضرب شرط درست حسابی برای تو موضوع به وجود بیاد. اونجا یه مقدار با ما درگیر شدن، ولی فقط هول میدادن، ما مقاومت میکردیم، درگیر خاصی نداشتیم. و اینکه پشت در نشسته بودیم، بعد از بچه اطلاعات یهو حمله کردن. دیدم از اون دور یه نفر خودشنام غیزی، همون کسی بود که گروه‌های متعددی رو به قسم جلاله خورده بود قبلا و قسم دروغ بود، همون هول میداد افراد رو برید بیرون و به صورت مشخص اومد. من و 4 نفر دیگه بچه‌ها که نشسته بودیم رو با شدت هول میداد که بندازه بیرون. بابا گفتم که خودتون گفتیم ما اینجا بشینیم که میرید اسبا رو میارید. اصلا حرف گوش نمی‌کرد. هم به امام جماعت اینجا خوش داد، اسمشو بود که من اینجا نمیخوام اسمشو بگم، و هم به امام خمینی فوش بسیار رکیک و زننده‌ای داد و ما رو شروع کرد هول دادن. و وقتی که این کارو کرد به همین هم خلق نکرد، چنان ضربه‌ای به سر من زد که چشم سیاهی رفت و بعد اول ابتدا خودم رو نگه داشتم و بعد اسپری فلفل بود تو چشم، بازم به زمین نیفتاده بودم. در حرم رو گرفتم و بازم برای اینکه بهم گفته بودم اسبابم میارن نرفته بودم هنوز. اینطور که دیدن گلوم رو از پشت گرفتم با احساس نمیدونم درست نمیدونم چشم از پشت گلوم رو گرفتم، یه احساس خفگی بهم دست داده بود. توی چشم راستم اصلا اسپری رو خالی کرد، یه جوری که اصلا دیگه چشم یه چشی شده بودم. با همون یه چشی یه ضربه محکم دیگه افتادم زمین همونو با لگد ابتدا یه لگد از بالا زدم توی حدود بین قفسه سینه و شکمم و بعد با ضربه دیگه به سمت دنده ها. نام ظاهرن ها بابا چشم درد میکنه، یه جای گاز زدنه. یه قیمت برم یک دفعه چند تا از نیروهاشون وارد شدن و
به وضعیت خیلی بدی شروع کردن به فحاشی به ما و ما ازشون خواستیم که اجازه بدن بمونیم اونجا و گفتیم حاج آقا جوادی به ما گفتن که اینجا امنه. حتی متاسفانه با حاج آقا جوادی هم توهین کردن و اقدام به ضرب و شتم ماها کردن و با اسپری فلفل شخص بنده و 4 نفر دیگه از دوستان رو مضروب کردن و با باتومان زدن ما رو و ما رو به بیرون از حرم فرستادن. شما چی میگه؟ زنمون توه. چی خبر داری؟ زنمون توه. من خواهرم توه. الان تو هم؟ بابا تو حرم امام فوش ناموس میده. فوش ناموس. آخه این یعنی چی؟ تو حرم امام هم فوش ناموس میده. خادم مسجد؟ خادم مسجد. آخه این چی؟ چی بریم بچه نداشتیم دفتری میکنیم. پشت در که نشسته بودیم از بچه اطلاعات یهو وارد شدن با لحن بسیار بد شروع کردن به زد و خورد و چپ و نقل بدون هیچ مقدمه بدون هیچ چیزی، فقط بی احترامی میکردن، بی احترامی نسبت امام میکردن و همینطور به خود آیت الله جوادی که اجازه داده بود که ما اینجا بمونیم، اسم آقای جوادی رو بردیم، ایشون خیلی بی احترامی کرد. شروع کردن به زدن بدون اینکه اصلا اتفاقی چیزی بیفته، با حرکات‌های شدید چک و لغت شروع کردن ما رو به بیرون انداختن. ما یه مقدار مقاومت کردیم که بیرون نریم، نتونن ما رو بیرون بندازن. این مقاومت باعث شد که اینا ضرب و جرحشون رو بیشتر بکنن. که تو اون موقعیت من تونستم یه موقعیتی پیدا کنم و وارد بشم که بچه‌ها اطلاع بدم. هر چقدر من تقاضا کردم که خب اجازه بدید ما دوستانمون تو ناموسمون توه، دوستان دیگه هم همین حرف زدن، هیچ خبر پرتمون کردن بیرون، نیروی انتظامی هم همین کارو کرد و این موضوع همینطور چیز شد. مردم زیادی هم توی مجموعه بودن که من اینطور شنیدم که این افراد از خودشون بودن، این افرادی که اونجا واسه بودن. بارها من فریاد زدم ما مسلمونیم، کمکمون بکنید. حتی من فریاد لا اله الا الله زدم، گفتم ببینید من مسلمونم، چرا به مسلمون کمک نمی‌کنید؟ همینطور به مردم من نگاه کرد، هیچ کس کار. بعد من شنیدم که این افراد خودشون آورده بودن از ساعت قبل، برخلاف روزهای قبل خیلی آدم زیادتر بود توی مجموعه. من اتفاقا حالت دلگرمی هم برای من ایجاد شده بود که خیلی راحت‌تر میتونیم باشه، احتمال درگیری کمتره که خب تصورم اشتباه بود. خانومتون تو نیستش ما خانومتون توه مگه مسلمون نیست اینجا؟ مگه اینجا کسی مسلمون نیست؟ بعد ما بیرون از حرم بودیم، مردم اونجا جمع بودن و منتظر شدیم تا یک حرکتی انجام بشه. نیروی انتظامی هیچ کاری نکرد که حق ما رو بگیره و مناسب این شرایط ما بودیم.